سلام علیکم دکتر سعید جان. مرحبا شما فهمو اینجا رجیستر کردن شو فهمیدم. ما یک آدم بیایم خیلی. من دکتر جان ممکنه؟ ممکن. بشینید. فهمیدم وضعیت بیمار نزد ما اومدن. همون را گفتم بیا یک بار تشخیص نکنی چی در روحی. خب من یک بار دیگه سلام علیکم. سلام علیکم دکتر جان. خب دکتر سعید جان شما؟ بله من دکتر جان همین سه روز شده که همین پشت سرم درد میکنم. قفای سرتون فکر میکنم که چیزی میکشد همین پشت سرم درد میکنه که اگر تغییرات هوا شوه من مثال هوا ابر میشه چه خیلی ایوانی خیلی درد بسیار میشه بسیارتر میشه که همه وقت درد میکنه و همین کمتر اگر هوا کمتر خچه بگیره درد زیادتر میشه. زیاد میشه. چشماتون سیاهی میزنه وقتی خسته شدن. اگر هوا آب کنه خیلی میکنم که کم خیلی میشه. شما چای کبود می‌نوشید؟ نه من چای عموما نمی‌نوشم. همین اوج شوندگی فقط می‌خورم. ها اوج شوندگی خوبه. اوج شوندگی خوبه. خب بازی می‌بینیم. بازی می‌بینیم که یک آقای فشار خون شما رو ببینیم معنیش. اصلا شما مسئله می‌کنیم. برای امروز تولد دوستون چند؟ اول 94. خب این تو مثلا می‌کنیم. برو. میشه تمام. خب 94 نه؟ اولادار هستین؟ خدا را شکر اولادار. خیر اولادار باشه. خب خب فشار خونتون هم معتدله لیکن به هر حال میدونید که شما در کلسیم نویسم. خب به نزدیکی بیماری مثل گریپ خرطق درد گوش درد نشدی چون نشینه؟ نه نشید آدم نمی یکی از برو هم پشت سرم درد کرد. یک نظرم پشت سرم درد کردم. خب چی نام دارید شما؟ نعمت الله. ولی همجا من یک چند تبلیت که و چند وای بنویسم شما همه را استفاده بریم مدر؟ دارو باید؟ خب من سیمش نعمت الله شما همه کیپکه دید از حرف ما همه وقت میپوشین گرمی و خونگی همه وقت میپوشین برای موی سرد ضرر نرسوندن. برای موی سرد نه باید خیلی سر میچیخه ما رو نپوشین. حالا ببینید اینا میاره رفتن ایدول خونه میگیرین. خب یا سحر بگاه کرد نوشتگی همجا یک تبلیت که سحر انا او یک دونش یک تبلیت که سحر رو بگاه اون بینانگیش یک تبلیت که سحر یک تبلیت که نیمروزی یک تا دیگه بگونی همین را 3 روز استفاده بریم بعد 3 روز بیم با یک بار بینیم کنیم خب دکتر جان از اون آمد خدا فرق خیلی اگزم گفت زنه کسی هسته بود سلام علیکم و علیکم سلام. جو نام دکتر که غفوری و که سعید اگوشی در دارم خب پیش که سعید جو مرام سلام علیکم دکتر سعید شماه؟ دکتر سعید شماه؟ ها من ممکنه؟ ها ممکنه شما کی رو کرد؟ از دکتران روی کرده پیش دکتر سعید دارم. فایما؟ ولی باز همت میزنم شما بشینید مرام شده مرام شما چی نام دارید؟ تمام. تمنا؟ تمام. تمنا شما شوهر دارید؟ دارید؟ خب تمنا دختره که زیبا تولد کردگی؟ نه؟ شوهر داره نه؟ خب شوهر داره چیکار میکنه تمنا بالا؟
جدا شدگیم. جدا شدگیم؟ یا. خیلی. همه چیزی که نشد جدا میشه خیلی. تمنا شما اما جتون درد میکنه؟ گوشم درد میکنه. گوشم درد میکنه؟ تمام بردش میکنیم. تمنا جان این اینجا لازی تو دروز کش بیا مرمت بیا چه مرمت تمنا جان اینجا دروز کش تمنا جان لباسات بکش بعد دروز بکش چی؟ برای چی من لباسوما بکشم؟ دختری به عقل ما گوشم در دورانه یک لباسوما بکشم. تماما جان تو عصبی نشو. بزرگای ما میگویند که چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.